هلو everybody، چطورین بچه‌ها؟ من شنگل هستم و خوش اومدین به یک ویدیوی جدید. امروز قراره بریم دوباره با چمدون گم شده. این دفعه با مبلغ 2 میلیون تومان من توانستم این چمدون زیبا رو به دست آورم. خوش به حالش. بریم سراغ آنباکس این چمدون زیبا. لیتس گو. خیلی بزرگه، نمیدونم این چیزی که من اینجا گذاشتم که بعضی وقتا میذارم، این باز سیب زمینی پیازاه که من روش بخوام اینو بذارم نمیدونم جا میشه یا نه، ولی بسم الله. خوش اومدین به این سری بسیار بسیار زیبا از این مدل ویدیو ها یا ابوالفضل. هم گنده است، همین که زیباست. چمدونه، یعنی میتونیم بر خودمون ورش داریم. بریم سراغ این چمدونه بسیار بسیار زیبا. خیلیاتون گفته بودیم که این چمدونا رو وقتی که باز میکنید چرا دستکش نمیذارید. به خاطر اینکه من کلا از بافت دستکش خوشم نمیاد، مگر اینکه دستکش پارچه‌ای باشه، اونم از مهر. احتمالاً اگه ناخون بکارم در مدرسه مجبورم که دستکش بذارم. بسم الله و بالله الحمدلله. حاجی میترسم که بیفته. آیا میفته؟ حس میکنم که میفته. بذار این وریش کنم. رفت تو میکروفونم. بکیرم. دوستان این ویدیو رو برای رفیقاتون شیر کنین که این ویدیوها بیشتر بازدید بخوره تا من بتونم یک میز گنده تر براتون تهیه کنم. اول اینکه فکر میکنم چمدون یک پسره، چون 100% یک پسر انقدر چمدونش خلوته. البته بعید نیستش که برداشته باشن چمدونش رو، چون یک سریا گفتن که توی فرودگاه کارت شناسایی اینا اگه باشه خودشون قبلش باز میکنن. خلاصه اول بریم سراغ لباساش. یک عدد تیشرت بسیار زیبا، بعد روش کلی جوجو و مترسک و دلغک و اینا داره. این پیراهن دکمه‌ایه، بعد یه بویی زد بیرون، وقتی این باز شد پشمام ریخت. خیلی ادکلانش خوشبوه. دوباره یک تیشرت دیگه، یه تیشرت سفید ساده. مبارکمون باشه. اینجاش هم جیب داره. جیبش چرا دیده نمیشه؟ خیلی بده به لباس یه نفر دیگه دست میزنی. شلوار، چرا شلوارش مثل مایوه نمیدونم، ولی بهش میخوره پسر مثلا یا 16-15 به بالا باشه، حدودا 20-21 اینا، شادم پایین‌تر، ولی خیلی جنسش مایوه. و شلوارک و یک عدد تیشرت زرد. اینا اندازه منم میشه دوستان، ولی نمیپوشیم به خاطر رعایت نظافت. و یک عدد شلوار که این شلوار به قرآن کریم اندازه من میشه و به درد پسرا نمیخوره. و یک عدد شلوار لویس ویتون فیک 100% لویس ویتون. تو جیباش چیزی نداره، بقیه جیباشو نگشتیم. خلاصه که بریم سراغ اینا. یه عدد اسپری، پشمام خوشبو. یه عدد سیگار. سیگارتو بده به من رفیق، دکان من بزنم. فکر کنم سیگاری بوده داشتم. اینو اضافه میکنم به کلکسیونم. بزنینم توش پره یا نه. پشمام پره. اینا تم داره یا نه؟ نمیدونم، بالاخره که میذاریمش داخل کلکسیونمون باشه. خیلی زیباست. هم عقیده بوده با من از این سیگارای زیبا میکشید. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. البته ما که سیگاری نیستیم، ما فقط جمع میکنیم. یه عدد اسپری دیگه، اینم بوش خوبه، از این خوشم. یه بنده خدا به سلامت و بهداشتش اهمیت داده. مسواکم گذاشته، آفرین، ماشاءالله داداش گلن. مسواکم استفاده شده. و یه عدد مسواک نو، نه مسواک هست بازه، بکنم نوه استفاده شده مسواکه. و یک عدد ادکلون زیبا، خیلی خوشبوه، یک کوچولو میزنه. قیمت این رو لطفاً بگویید. مگه من نوکر باباتم که ثانیه به ثانیه آمار بدم؟ این ادکلون 6 میلیون 400 تومن پولشه. این ورم داره، پشت اینم داره. پشمام حاجی. یه چیزی میبینم به دوربین شماها نمیبینید. این که عینکه ولی توش عینک نیست چون صدا نمیده، پس 100% توش
عینک نیست، عینکشو برداشته. و یک لباس دیگه، لباسش خیلی جنسش خوب بوده برادرم. این خیلی خوشگله. این لباسش خوشم اومد، خوشگل. خلاصه که یک عدد شونه، یعنی یک پسر فقط با اینقدر وسایل میتونه سفر کنه. حتی کم هم نیست خداییش. این چیه؟ پشمام سکه. اینا مال الانه یا شاهیه نمیدونم. 50 ریال. این سکه ها این سکه ها نمیدونم مال چقدر قدیمه. ببینم چیز خاصی توش پیدا میکنم بهتون نشون میدم. بعدش کثیف و خورده شده. 3 تا وسیله الکتریکی مونده. امیدوارم توشون پر باشه. و دوباره شیائومی. باورم نمیشه چرا هر دفعه یه گوشی شیائومی توی اینا هستش. من پشمام ریخته. اول اینو باز کنیم یا اون دوتا رو؟ نمیدونم. اول این باز شد دیگه. حاجی این 3 تا وسیله رو متاسفانه خارج از حالا چرا؟ به علت اینکه میفته چمدونه. اینو باز کردم بعد این از اینجا رفته تو این از اینجا. حالا بذاریم براتون بازش کنم. این دفعه این قاب داره. پشمام. این قاب داره. توش قابه. بعد دیگه سوزنش هم هست. سوزن گوشی هم هست ولی توش گوشی نیست. میگن امکان داره که بر میداره فرودگاه. همچین حرفی زدن. پشمام این چیه؟ اینو ببینید یک عدد برگه وجود داشت در این. خوشحالم از این که شب با خیال راحت میتونم بخوابم چون اونقدر بزرگ شدی که بتوانی مواظب خودت باشی و از خطرات جامعه سربلند بیرون بیایی پسر. حرفای امروز ما یادت باشد همیشه به یادت مامان. پشمام 1401 مال یه سال پیشه. پشمام. آینش کن ادیتور. پشمام یعنی تو یک کونی هستی. ننش بهش داده. یک عدد ایرپاد فیکه مال شیائومی. نمیدونم حاجی اینا قیمتاش چقدره. امیدوارم پر باشه خدایا. بسم الله بسم الله. حس میکنم پر باش. پشمام. بگیر دوربین، بگیر فوکوس کن. کاش که کار کنه. این پشتش هم پوله. پشمام. پشتش پر 500یه. چرا باید پشتش پر 500 باشه؟ نمیدونم. 2500 توش. اینم ایرپادش. فکر کنم کار نکنیم ولی این 500 چرا تو این بود؟ بریم سراغ وسیله آخر یعنی موزر. امیدوارم که این حداقل پر باشه. سنگین میزنه ها. بسم الله و بالله. خدایا خودت کمک کن. امیدوارم که باشه. پشمام هست توش. امیدوارم کار کنه اینا. عجب چیزیه لاشی. چجوری اینا کار میکنه؟ برقیه نمیدونم. فکر میکنم برقی باشه. ببینین چیز خوبیه ها. نمیدونم چنده اینا. پشت این به نظرتون چیه؟ شارژرشه. اینو من الان چجوری؟ حتما از این زیر باتری میخوره. کلن وسایل چیز توشه داخلشه. ببینید ناموسن اولین باریه که یه چیزی توش وسایل هست. خلاصه که مرسی که این ویدیو رو دیدید. اگه از این مدل ویدیو دوست دارید دوباره تو این کامنت ها بنویسین چون از ویدیو قبلی استقبال شد. اگه هم ویدیو قبلی رو ندیدید برین این بالا بزنین ویدیو رو ببینید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. فعلا سی یو. بریم سراغ وسیله دوم. یک عدد ایرپاد که امیدوارم